حالا بشنوید از نمایش انتخابات و عضوایی که خوب میدونه دیگه کار از کار گذشته و تنور انتخاباتش دیگه داغ بشو نیست. انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگه. این فرصت نباید از دست داد. صادقات رای میدین یا نه؟ اصلا رای نمیدم. هر اتفاقی بیفته رای نمیدم. اصلا رای نمیدم. اصلا برام مهم نیست. فقط ایران رو دوست دارم زندگی میکنم. ببین همه اینا گول زدن مردم. به هیچ وجه من توی هیچ انتخابات شرکت نمیکنم. هیچی. اگر میلیارد هم بهم بدن، خونه بدن، ماشین بدن، نمیکنم دیگه چون بیچاره‌مون کردن. نه رای نمیدم. چه اتفاقی بیفته؟ هر اتفاقی بیفته من رای نمیدم. به قرآن قسم من 4 ماه 5 ماه گوشت ندیدم، مرغ ندیدم، چون ندارم بخرم، نه دزدم، نه مالخورم، نه هیچی. نه من، هزاران مثل من هستن. بابا ما انسانیم به قرآن. ما انقلاب کردن مردممون که به اینجا برسن که یه عده بخورن بچپن، یه عده تا میتونن زیر بار فقر کمر بشن. البته یادمون نرفته که همین عضما قبلا چنین وضعیتی رو پیش بینی کرده بود و اسمش رو گذاشته بود مصیبت. آقا جان توجه داشته باشید، مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی. مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی. این مصیبته و دشمن اینو میخواد.